بیا اینجا چیکار میکنی؟ رون و بازو و سینه همه اینا ور بیار قشنگ اندامتو رو بیار. یکم لاغری، من لاغر دوست ندارم. سلام، چطوری؟ خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه، یه پارت دیگه از دوربین مخفی تست خیانت، مچگیری و خیانتی که زوجا، حالا دوست دختر دوست پسرا یا مثلا زن و شوهرا همدیگر تست کردن و مچ همو گرفتن. معلوم نیست کدومش آره فیکه. بعضیش هم به نظر فیک باشه، میکنه که فیک باشه. حالا با هم میبینیم کدوم فیکه کدوم هسته. بریم سراغ اولین ویدیو. اگه هنوز چنل سابسکرایب نکردی ممنون میشم چنل سابسکرایب کنی، لایک یادتون نره، برام کامنت بذارید. و اینکه اولین ویدیو، این ویدیو انگاری که دختر پسر نشستن توی کافه جایی، بعد نامزد یا حالا نمیدونم فکر کنم نامزدشه، حالا به پسر سر میرسه. نمیدونم باشه سرعتی میمالم مثلا یکی میکشم مثلا میذارن در دیوار ماشینو ترافیک با این وضعیت من ماشین فقط داشتم میومدم دیگه. الان ایشون کی باشن؟ منشی جدیدمونن. منشی تو کافه. خب نه امروز شرکت جلسه بود شروع بود. ایشون شما سریع با آماده باش. توضیح بده. شما؟ من اینجا مسئول کافم. توضیح بده با ایشون چی کار داری؟ با هم منشی اینجا تو کافه یعنی چی؟ خب نه جلسه داشتیم امروز. شما بگید دیگه جلسه داشتیم دیگه. جلسه داشتیم. میخوای کامل توضیح بدم یا خودت توضیح میدی؟ کار میکنیم دیگه. کار میکنیم دیگه. میخنده دختره. میخوای توضیح من بدم؟ کار میکردیم دیگه. کار میکردیم توضیح چیکار می‌کردی؟ آقا شما دو صحبت نکن. شما گفتی سفارش یعنی چی؟ تو جواب باشه الان سفارش ندارم دیگه. تو جواب منو بده. با ایشون چیکار داری؟ جواب منو بده. اینجا چیکار می‌کنی؟ بگو. قرار بود ایشون برای استخدام کار دروغ میگه. خب من با ایشونم عزیزم. بیچاره همه اینو برنامه‌ریزی شده بود. چی آخه برنامه‌ریزی شده بود؟ قشنگ پا دادی رفت نه؟ چی من پا دادم؟ یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن یه دقیقه. دیگه همه چی آقا تو برای چی هنوز اینجا وایسادی آخه؟ میگم ندارم دیگه. ندارم داشته باشه. من نمیخوام سفارش بدم. باشه پولشو بده من برو دیگه. باید داد بزنم. ایشون به من گفتن که من میخوام استخدام بشم. دروغ نگو. من با این خانومم چی میخوای؟ شما به من چیزی نمیتونی پاک کنی. من از اولش خبر تو منو باور داری یا ایشونو؟ من از اولش خبر خودم چیده بودم. خودش چیده اینا که من بیام اینجا. آخه چیه چیدی؟ من تموم شد. چی تموم شد؟ یه لحظه صبر. تو برای چی هنوز اینجا وایسادی آخه؟ دارم میگم تو اون کی میدی؟ این چی کار هست؟ آقا همینه که هست. بگو اینا میخواد چی بگی؟ بریم یه دقیقه با هم صحبت میکنیم. آخه صحبتی نمونده تموم شد. خب اینم از این ویدیویی که خیانتش لورا پسر قبولم کرده. دوستش هماهنگ کرده بود. آره دختره هماهنگ شده بود. چجوریه؟ به چخ رفت. بعدی یه دختر پسری تو پارکن که انگار دختر چه بی‌حیا. اینجا چیکار میکنی؟ من بهت گفتم نمیام پاشو برو. چرا نشستی باز اینجا؟ داشتی چه غلطی میکردی؟ داشتم هوا میخوردی؟ داشتی من این صحبت میکردی لاس میزدی. دفعه پیش چی؟ دفعه پیش که چرا هرس میخوره من دیرکم نیومدم بازم داشتی به من خیانت میکردی؟ چرا تو پرت میگی؟ حیف من یک سال تموم. خانم شما مربوط شما چه میدونی؟ من یک سال خورده ای عمرم و وقتم و زندگیمو برای این خانم گذاشتم. تاشم اینجوری صحبت کنی. صبح تا شب مثل سگ کار کردم. اینه جوابم. کار کردم خرج تو رو بدم پولامو جمع کنم بیام خواستگاری. بخش کم شد دیگه کار کردم که بیام خواستگاری. دیگه واقعا خیلی ته لشیه. اون میرفت سر کار. صبح و شب مثلا یک سال. یه جوابی بهتون بدن یه توضیحی بدن. ببین تو همش توضیح نداره خانم. درسته نمیتونم تو رو ببینم. الان دفعه سوم میام وای میستم نمیای. خب میگه که من میام اینجا تو دیر میکنی من خسته میشم. من اینجوری فهمیدم. نمیای وقت خیانت کنی؟ خسته گرفتم. نمیای وقت خیانت کنی؟ گفتم دیگه باهات کات میکنم. چی؟ بهت گفتم پشت گوشی گفتم دیگه با حرف نمیزنم باهات نیستم. در جا خیانت کنی بعد یک سال خورده ای رابطه با احساسات من بازی کردی تو. دختر که عوضی
آروم باشین شما هم یکم خیلی دارین چیز خانم شما چه میدونی؟ شما چه میدونی؟ بذارید من یکم توضیح بدم که قضیه از چه قراره شما هم در جریان قرار بگیرید. چیکار می‌کنی؟ میشه بگی؟ حضور خودم رو میخوام توضیح بدم. من بهشون گفتم بیان. برنامه تست خیانت هستش. ایشون مدل برنامه ما هستن. چقدرم پرروه. خواستن که شما رو تست بکنن ببینن که خانم مگه زندگی من شویی که میخوایم منو تست بکنی؟ با درخواست دوست پسرتون انجام شده. ما چیزی رو از پیش خودمون انجام نمیدیم. خواهد تو سرت کن. چی برات کم گذاشتم؟ چی برات کم گذاشتم؟ ها؟ میگم فقط باش حرف زدم میفهمی چی؟ حرف زدی یا شماره دادی؟ لاست زدی؟ سریای پیش چی؟ اون موقع که من نبودم بی خود نبود این همه بهت شک داشتم. اون دوستت غزاله معلوم بود. هر دقیقه با یکی بود. من بعد اونجا میفهمیدم تو هم مثل همونی. تو به جای اینکه دنبال من باشی هی کسی رو واسه من بفرستی رابطه تو با من درست می‌کردی. ذاتت خرابه. به من خیانت کردی. مگه چقدر اعصاب دارم؟ هر دفعه معطلی هر دفعه زنگ می‌زنی 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت معطلتم نمیای. دارم کار میکنم چون به خاطر تو به خاطر آینده‌مون. کار داری برنامه‌ام که داری دیگه آقا من 1 ساعت بعد تو مرخصی صبح تا شب دارم کار میکنم. شبم میرم تو اسنپ کار میکنم. صبح تا شب کار میکنم، شبم میرم تو اسنپ کار میکنم که بتونم بیام خواستگاری تو بگیرم. البته دختری میگه که تو اصلا بهم توجه نمیکنی، کلا داری کار میکنی. قیمت هیچ توجیه نداره، چه توجه کنی چه توجه نکنی. پنجشنبه جمعه مثلا تایمیو نمیذاری که بیای با من باشی. حالا کار دختر اشتباهه دیگه. آره دیگه کار دختر اشتباهه. بعد بیاد بشینه باهاش صحبت کنم، با شاید نمیتونم نه که بری. خب کار میکنم برای اینکه بتونم بیام تو رو بگیرم. چیکار کنه خب بدبخت؟ اگه کار نکنه میگه کار نمیکنه، کار کنه میگه چرا همش سر کاری. مگه شما روانشناسی میای نظر میدی؟ نه نیستیم. فقط داریم نظرمون رو میگی. ویدیو بعدی شامل الفاظ زشت، من مجبورم صداشو قطع کنم، بعضی جا صداشو قطع کنم چون خیلی فحشای بدی میده. همه سنی میبینن. تو ابوالفضل این ویدیو واقعا حس بدی به من داد. واقعا حس بدی به من داد. یعنی بس دیگه ولش کن. این دیگه داستانش از این قرار بود که با دوستش اومد یه خونه میبینه که شوهرش با یه زن دیگه است. حالا جالب اینه که بچه هم داشتن. صحبت هم نبود دیگه آخرش. نه دیگه کارهای خاک برسری تا حد یا آخرش بود. بعد اینکه جالب دیدی بچه رو اون گوشه بود بچه هم داشتن. آخه اون بچه چه گناهی کرد آخه؟ وسط سالن هم اومده اتاقی. آره خیلی دیگه خیلی اعتماد به نفسش. این کیه دیگه؟ این کیه دیگه؟ این کیه؟ تو کی؟ تو کی؟ من تو کی؟ این کیه؟ پسر خاله محمد کیه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ پسر خالته؟ آره. تو پسر خاله چی؟ پسر خاله ای داری؟ شیوا این کیه؟ پسر خاله‌شم من پسر خاله. پسر خاله‌مه. شیوا این کیه؟ من میگم پسر خودم فرستادم. باش دادم. یعنی چی؟ بگو این کیه؟ چطور تونستی؟ خاله‌مه. چطور تونستی؟ پسر خالته؟ آره. شیوا چطور تونستی؟ من پسر خاله‌شم. یه سال با زندگی من بازی کردی؟ میگی پسر خالمه؟ من کاری نکردم. میگه من حالا ساکت باش آروم باش با هم حرف میزنی. من کاری نکردم. آخه نمیدونی چیکار کرده؟ قرار شدی چی نگی؟ فقط ببین. محمد جان من خانم برام توضیح میدی براش. بیا یه لحظه. میشه شما بیای شیوا جان؟ خودش پسر رو فرستاده بعد میگه پسر خاله‌م. بعد میگه پسرش فرستاده بوده پسر رو. کیه ایشون؟ من قبلا با این تو رابطه بودم. اما الان باش رابطه نبودی یعنی؟ نه. خواستگارم بوده. خب بعد کلا من بهش میگم ما به درد هم نمیخوریم ولی ول نمیکنه. این خواستگار قبلی مالکی میگن. اینو بهت بگم بفهمی. چون که یه قضیه تموم شده بود واسه من. آها یعنی ایشون آخه ایشون از ما درخواست گفتم برادرمه. از ما درخواست کرده بود تو رو تست کنیم. خب گفته بود دوست پسرته. من نمیدونم من حالا خیلی سریع هم دختره میاد درست میکنه. دیدی سریع همون موقع حرف آماده دادن. خواستگار نشد دوست پسر قبلیش بوده. بعد این پسره که اومد تست کنه اومد اون پشت بهش گفتش که بعد استف میگیرم تو برو. ویدیو بعدی یه تست خیانت یه زن بارداره.
بعد رفته توی خونه‌ای برای کار کردن، یعنی کارهای خونه و اینا بکنه، خدمتکاره. پسر میره جلو بهش پیشنهاد میده که بیا با من باش، زن باردارم هست. اینم شوهرشه که داره نگاه میکنه، میگه که بیا بریم بیرون. میگه من سرم خیلی شلوغه، من بچه دارم، باید با اونها باشم. شوهرش اینگاه یه مدت پیشش نیست، داره نگاهش میکنه. من ماساژت بدم. میگه تو حالا با یه آمریکایی رابطه داشتی؟ نه من بود. ¿Por qué me tan pendejas? ¿Por dónde sales de ahí? ¿Está besando? Está nerviosa la causa. Me gusta. ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué se la está llevando? ¿Por qué se la está llevando? یه پسر اومد بهش گفت، زنه هی گفت من متأهلم، ولی خیلی حرومزاده بود، هی بهش میگفتش که نه بیا، داشت بهش اصرار میکرد. زنه هی گفت، حالا زود واداد، ولی هی میگفت من بچه دارم، من متأهلم. چی فقر مالی قضیهش این شکلیه؟ نه این کارا چی بود؟ الکی زندگیشون رو خراب کردن که چی؟ اونم که باردار بودن، اون بچه‌ای که تو شکمش چی میشه داستانش. ویدیو بعدی هم یکی از این ویدیوهای پارکه، یک خانومی میره دنبال نامزدش که میونه نامزدش با یکی دیگه است. سلام میکنی؟ نشستی من سلام میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ سلام میکنی نشستی جلو چشم من، کنار این نشستی بگه من سلام احوال پرسی هم کنی، چجوری آدرس میخوادی؟ آدرس میخواد، نشستی کنارت آدرس میخواد؟ خب میخوای وایسم آدرس بدم بهش چه فرقی داره؟ تا کی؟ بابا چرا تا کی من مصرف کنم ببینم داری همه کار میکنی و نشستم؟ کی اینطوری کردم من؟ کی نکردی؟ من تو اونم آدرس دادم اصلا به کسی؟ چند پیاماتو دیدم پاشا کردی؟ آدرس دادم دیگه. نه بابا خانم آدرس دادم دیگه. نازی دوستمه، نازی بهش بگو فیلمتو نشون داده، نشونت بدم نشون بده. خجالت نمی‌کشی؟ نه با دقت نگاه میگه این دخترم من فرستادم، میگه که فقط آدرس گرفتم. چقدر پروه. یعنی شما نمیشناختین آدرس کجا رو دادی؟ آدرس کجا رو داده بابا میخوام برم باشگاه. الان یعنی شما منو نمیشناسی، ما قبلا با هم صحبت نکردیم، قرار چندمونه؟ آدرس باشگاهشو نداره؟ گم شده بنده خدا اینجا، همیشه با ماشین. خانم مثلا من به شما نگفتم. بله خانم. من جون فقط به این خانم میگم و مادرم، به کسی دیگه جون نمیگم. تمام پیامایی که بهم میدی هست. نه بابا داری اشتباه میکنی به خدا، اصلا اینطوری نیستش. آقا اینطوری نیست که شما گردن نگیری که نمیرم. ببین به فاطمه زهرا برم زنگ بزنی یا از تو زنگ نمیزنی دیگه، به خدا زنگ بزنی به دوستان. از تو کمتر و پسترم بزنی. من کمتر و پستری دیگه. همین داری میگی دیگه. با این دوست رو هم دیگه ریخته دیگه. ببین این که آدرس خواست از من اصلا. این که هیچ. آدرس بده ای. ببین به والله برم. به والله برم. خواستم یا تو از من آدرس رسیدن به امریکا. میگه دخترم من فرستادم، میگه که اینم من آدرس خواست. میگه دخترم من فرستادم، چی میگه آدرس خواست؟ اسکل تو شرایط چه مثلا آماده داره چند بار این کار کردن. یه دختریه که اومده برای مصاحبه کاریش ولی یه چیزه از پیش تعیین شده است و اینجا ببینیم خیانت میکنه یا نه. نامزدش میرسه. بیاین تو بزن. ولی خب 3 روز در هفته است دیگه. منتها حقوقش دیگه 7500 فکر کنم خوب باشه. خدایی کرایه هم میخوام 2-3 تومن بهت بدم، یعنی 10 تومن راحت برات در میاد. بله مشکلی نیستش، خوبه من. آره به شرطی که خودت هم تو اون باشگاه تمرین کنی. بله. تمرین میکنی؟ بله. نمیخوای بپرسی چرا؟ نه خوب. نه خوب که چرا؟ واقعا چرا نمیخوای بپرسی؟
تمرین کن قشنگ اندامت رو بیار. یکم لاغری، من لاغر دوست ندارم. نه شما چرا باید دوست داشته باشی؟ خب یه دیگه مثلا وسطش دلم خواست که چیز شدیم دیگه، دلم خواست ریل بزنیم. من مثلا کاری ندارم که اینطور موافق نیستی؟ چقدر پر نمیدونم باید فکر کنم. به چی فکر کنی؟ لاغر دوست دارم. من فکر کردم میخوای به این فکر کنی ببینی حالشو داری تمرین کنی یا نه، میخوای به این فکر کنی که با من ریل بزنی یا نه. حالا میخوای فکر کنی یا میخوای یه زمان کوچیک داشته باشی بری با دوست پسرت کات کنی برگردی؟ نه دوست پسر که ندارم. ابوالفضلی؟ بله. نداری؟ نه. الان من پشمم جلوت نشستم. نداری اصلا. خب من جدی من ازت خوشم اومده و اینکه تون صدا کلا خیلی باحاله دیگه. باشگاه هم که من دنبل منبل برات در نظر میگیرم، بزن قشنگ ور بیار، رون و بازو و سینه همه اینا ور بیار که ببینیم چه اتفاقی میفته. اوکی؟ چی میخوای فکر کنی الان؟ خدایی بگو ببینم کنم. من انبار برنج دارم، یعنی هر موقع بخوای بهت برنج اسکالش میکنه. برنج الان میاره من باورت شد. من برنج میاره، برنج اصل ایرانی. الان برای نمونه بذار برم این کیسه برنج بردارم برات بیارم. هندی میخوای یا ایرانی؟ 100% ایرانی. ایرانی برات میارم. الان نامزدش میاد به نظرم. لجنز. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ چشمم روشن. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ من که کاری نکردم. کاری نکردی؟ نه فقط مصاحبه کاری داشتیم. آقا کیه؟ نه ما فقط داشتیم با هم صحبت می‌کردیم همین. 4 سال من علاف کردی که چی؟ من کاری نکردم. چرا اینطوری می‌کنی؟ کاری نکردی ها؟ نه ما فقط مصاحبه کاری داشتیم. بیانم گفت معذرت میخوام ولی ما واقعا کاری نمی‌کردیم، فقط صحبت. بله میدونم. این بود همه عشقش که میگفتی؟ این آقا کیه الان؟ معذرت. با معذرت خواهی چیزی درست میشه؟ ببخشید جبرانش میکنم. با چه جوری میخوای جبران کنی ها؟ آبی که ریخته رو میتونی جمعش کنی؟ دختری گریه کرده و آبو که ریخته رو نتونست جمع کنه. پسره که برنج فروش چه برنجی برای آورد؟ هندی داره، ایرانی داره، پاکستانی داره. کاری بود دیگه ولی فقط یه خورده راجع به رون و کون و داره یه حرکتایی میزنه شوهرش سر میاد.
نه این فکر کنم فیک بود. هرچی بود با مزه بود. تشنگش بود. عشقم من میدونستم تو بهم خیانت نمی‌کنی. من مثل چشمام به تو اعتماد داشتم. از اینا ولی خیلی زیاده. خب اینا از ویدیوهای خیانت و مچگیری که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حمایت ها یادتون نره. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید. امیدواریم هیچ وقت این اتفاقات نیفته. پیش نیاد. اصلا سمت این چیزا نره. همیشه عشق و وفاداری تو زندگیتون باشه. اونوری نره. ویدیو بعدی.